تستر خوب شده که تستر گیره اکا جان تستر گیره التماس از اونجا سروسیمه ها دیر که رئیس دادم آنها تمام ای رحمت برادر رحمت سلامت باشید اکا خدمت لبه میبخشید برادر عذر زیاد میکشم رحمت السلام علیکم. سلام علیکم. خوب است اپا جان؟ چی اینجاست؟ سعید جان چخیر؟ نشد رحمت اپا جان. رحمت. اینجی کودکان میاد؟ اپا جان. رحمت. انا مسلمان آمده بود اپا جان. مسلمان آمد. کودکانش رو با من وابسته کرد و خودش به کجای رفتن میخواست. اینجی می آخر؟ چی موقع شده است؟ هیچی نی اپا جان. لیکن افزایش بیجا بود. افزایش بیجا بود؟ نگفت که با کجا میروم. اینش رو نگفت. چی موقع رو داده است؟ هیچی اپا جان. همه تینجاست. سعید جان. چی موقع شد؟ سعید جان. سعید. آمده کارو بینه یکم ماشین هم یافت نمی شود یکم ماشین قرار نمی کند سعید ایستا سعید خیریت که تو رو باخوردم باور کن التماس خیریت که تو رو باخوردم باور کن خیریت خدا باش سلیم تو در اینجا چی میکوبی؟ سعید جان التماس خواهش میکنم مرا با خونمون برده پرتوام التماس من وقتم تنگ سعید جان سعید التماس از تو خواهش میکنم او چی خواهش میکنی؟ من وقتم تنگ سلیم مرا وقتم بسیار تنگ سعید جان از تو خواهش میکنم باور میکنی من استراحت کردن میخواستم راهی دور و دراز آمدم میخواستم استراحت کنم که استراحتی من باور که نمیدونم با چی مبدل گشت التماس مانده شدم مرا به خونم بر التماست قبول لیکن مرا وقتم تنگ نمیفهمید یگان ماشین در اینجا قرار نمیکنم من نمیفهمم التماس میکنم نمیتوانم فهمیدی سلیم؟ همین قدر قدر داریم سعید جان
اینجا قدر اینا چی آدم و آدمگری کجا شد سعید جان؟ سلیم تو نمیفهمی من وقتم کم من تو رو 2 قدم برده به خانه اما راست من از تو حمید رو خواهش دارم تمام یکا چیز دنیا خواهش ندارم التماس کرده سم دستم که من با تو بفایده گپ زده شدم 1000 رحمت به تو 1000 رحمت سعید جان 1000 رحمت سلیم ایستا اینجا سعید جان بیا ما اینجا بیا من ببینم من تو هم من رو نمیفهمی من دیگر ماشین میگیرم ساعت منم من داد نزن شین اینجا سعید جان شین من میبینم که تو مرا نمیفهمی شین سلیم بس کن شین حالا همراهی من یک جا میرویم انا بگاه من تو را به خونه میبرم شین من میبینم که تو مرا نفهمیدی لیکن سعید جان با کجا میریم؟ کارت نباشد خیلی پا من گفت که ما با کجا میرویم؟ با چوربت چوربت؟ با چوربت نه من چوربت نمیرم شین با چوربت نمیرم با دیگه جا میرم شین سبیل ماند باش مورد ما هم با چوربت رفتنی بودیم لیکن افسوس که دوستایم کمی از خود رفتن سعید ما با تو گفت زده شد گفت بشنی یا نه چی داد میزنی؟ من کار نیستم میرویم و زود برمیگردیم من تو رو نفهمیدم سلام علی شیخ خیلی هستیم نسیم کجاست؟ اکه نسیم رفتم خیلی علی شیخ یکون زنی سرش زرد نامده است موی سرش زرد زنی نو سرش زد؟ ها نه نامده است ندیدم من تماما خب علی شیخ تنجی است؟ تنجی سعید اوه سعید آمدم شیخ خدا تو در اینجا چیکار داری؟ چیکار داری در اینجا سعید جان؟ بعد میگویم برای کدام گناه بچه جون چی کار کنم دستم هیچ چیز نمی‌آید تو دل نداشته ای نسیم تستر میروم
درخت جای باد هوا در شهر دیگر هوایی جایی تماما دیگه پیش باز یک جای میره که این درخت های زیبا را بگیر چه قشنگ و زیبا باز یک جای میره که جایی یعنی باباش کرده نه میتون خیلی اموال قشنگ است. مادر تو بسوزه هر یک صدقه مهربانی هایم نان و نمک کورت کند نصیب ملیکا جون آخه ملیکا تو را دوست می‌دارد به تو شبها خواب نمی‌کند نصیب خدا گیرد دل سنگینت را نصیب نفهمی ملیکا جون آخه دلم به حال فرزندانم می‌سوزد دیگر نمیخواهم زندگی کنم دیگر نمیخواهم زندگی کنم من دیگر نمیتوانم جان دیدی؟ من بابادم وفا کردم نمیدانم شهر شبنم جان اکنون که من صبح آمدن نتوانستم تو از گناهم میگذری مایدش میگذرم میگذری مرا با اون بلندی بر با کدام بلندی؟ بلندی با اون بلندی وای رفتیم با اون بلندی
ای کوهوی ابد زنده، درد من رو میشنوید. ای سنگ های به جان، حقلا درد من رو شما شنوید. دیگر مداری گشتن ندارم. خدایا مددم کن. دیگر نمیتوانم. چی لازم زندگی، جزا و گناه به قیاسم. مددم کن خدا. Ortiz جان اینقدر سرخ شده. به هیچ کس نگویم. مایلش اصلا که من شبنم جان، دنیا تنها خوردن و خوابیدن نیست. دنیا دیدن است، احساس کردن است، زیبایی را دیدن است و زیبایی را در وجود خود حس کردن است. اینه ببین، زیبایی بهترین چیزی نعمت دنیا است که خداوند به ما داده است. اگر زیبایی را ببینی، حس کنی، تو از غم آزاد میشه. و تو هم در این زندگی خیلی هم زیبا است. نسیم جان، آخر تو را زن و فرزندت هست. شبنم، زن و فرزند برای من خلال نمیرسونه. اختیارت به من یک خانگاه هم باشد بس است. شبنم جان، نگاه کن این طرف را. کوههای سربلند رو نگاه کن، چقدر زیبا هستند. برای ورزا رو دیدی؟ الان اونجا نگاه کن، 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 نگاه کن. شهر رو ببین چقدر زیبا است. شبنم، تو با من بگو که در کجای شهر میخواهی که خانه داشته باشی؟ می با من بگو، 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 در کجا؟ شما مردها در دروغگویی استخوان نداره. نه، من با تو جدی میگم، راستشو میگم. بگو در کجا میخوایی، من برای خانه میگیرم. باورم نمیبیاد. چی باور نمیاد؟ شما دروغ میگویی. شبنم، من با تو راستشو میگم. در کجا میخوایی؟ در گلستان. گلستان. گلستان چند خانه میخوایی؟
خدایا من در کجایم؟ این چی کاری کردگیم بود؟ بی‌عقل تو کودکانت رو با کی پرداخته می روی؟ با کی؟ نه دیگر نمی توانم. به خونه می روم. به خونه. من کودکانی می پرداختگی ندارم. به خونه می روم. آخر آنها را دوست می دارم. به آنها نمی توانم. قد همین آب می روم. شاید از راه کوان برایم. دیگر نسیم را به خانه راه نمی دهم. هیچگاه کودکانم را خودم تربیه می کنم. بی‌عقل خودکشی راهی نجات نیست. باید زندگی کرد. زندگی خود مبارزه است. دلی دریایی باید داشت. چون کوه راهی بزرگ و چون این سنگ ها اراده مستحکم. به خانه می روم. به نزد شیرینکانم. به نزد چوجه هایم. شیرینکان من، اصلکان من، مرا انتظار باشد. Ой,